سلام به شما دوستان عزیز. امروز می‌خوایم در مورد یک تکنولوژی خیلی جالب و کاربردی در صنعت ساختمان‌سازی صحبت کنیم، یعنی شاتکریت یا همون بتون پاششی. یک روش نوین که کار بتون ریزی رو در جاهای سخت و پیچیده آسون کرده. این پادکست یونیپلکس هست و ما سعی می‌کنیم اطلاعات مفید و کاربردی رو با هم مرور کنیم. همونطور که گفتم شاتکریت یک تکنیک خیلی خاصه که در اون بتون با فشار و سرعت خیلی زیاد روی سطح مورد نظر پاشیده میشه. حالا این پاشش پرفشار باعث میشه که بتون خیلی خوب متراکم بشه و در نتیجه یک لایه با کیفیت و مستحکم روی سطح ایجاد بشه. این روش مزیت‌های خیلی زیادی داره، مثلا سرعت کار رو به شدت بالا میبره، مصرف آب رو کم میکنه و در هزینه‌های نیروی کار و قالب بندی هم حسابی صرفه‌جویی میشه. در کل شاتکریت دو نوع اصلی داره که باید در موردشون بدونیم. یکی شاتکریت مخلوط خشک و اون یکی مخلوط تر. در روش خشک شما سیمان و سنگدانه‌های مرطوب رو قبل از اینکه وارد دستگاه بشن با هم مخلوط می‌کنید و فقط آب رو در لحظه آخر، یعنی در سر نازل، بهش اضافه می‌کنید. این روش معمولاً ارزان‌تره ولی ممکنه گرد و غبار بیشتری هم ایجاد کنه که خب باید حواسمون بهش باشه. در مقابل در روش تر قضیه فرق می‌کنه. در این حالت تمام مواد اولیه از جمله آب قبل از پاشش به طور کامل و حسابی با هم مخلوط میشن و یک بتون آماده و یک دست به دست میاد که بعداً روی سطح مورد نظر پاشیده میشه. این روش برای پروژه‌های بزرگ و جدی مناسب تره و معمولاً کیفیت نهایی یک نواختری رو بهمون میده. شاتکریت کاربردهای واقعاً گسترده‌ای داره. مثلا در پایدارسازی گودبرداری‌ها مثل همون روش نیلینگ خیلی کاربرد داره. یا برای ساخت سازه‌هایی که شکل‌های منحنی و خاص دارن مثل گنبدها، استخرها و آبنماها ازش استفاده میشه. حتی در تونل سازی برای تعمیر و تقویت سازه‌های قدیمی و یا مرمت آثار تاریخی هم از این تکنولوژی کمک میگیرن. اما برای اینکه اجرای شاتکریت به درستی انجام بشه چند تا نکته مهم وجود داره که باید بهشون دقت کرد. مثلا اول باید سطح زیر کار کاملا تمیز و آماده بشه. بعدش باید حواسمون باشه که نازل رو در فاصله مناسبی از سطح نگه داریم و اگه سطح عمودیه همیشه از پایین به بالا حرکت کنیم تا کارمون بی‌نقص از آب در بیاد. این فناوری رو واقعا میشه یکی از بزرگترین پیشرفت‌ها در صنعت ساخت و ساز دونست که به ما این امکان رو داده تا سازه‌های خلاقانه و کاربردی زیادی رو بسازیم.